سلام رفقا، به کانال پارسیان کریپتو خوش اومدین. اگه میخوای که این ویدیو رو ببینی بهت تبریک میگم. امروز میخوایم خیلی ساده بهت مفهوم بلاکچین رو یاد بدیم. همون چیزی که اگه نباشه یه جورایی میشه گفت ارز دیجیتال دیگه مفهومی نداره. ارز دیجیتال و بلاکچین مکمل همدیگه‌ان. اگه بخوام مهمترین خصوصیات بلاکچین رو برات بگم، کاهش هزینه، شفافیت کارها، اعتماد زیاد، امنیت بیشتر، سرعت بالا و چند تا مزیت دیگه هستن که تو ادامه ویدیو به همشون اشاره میکنم. کاربرد بلاکچین هم خیلی زیاده. یعنی تو حوزه‌ها و رشته‌های مختلفی مثل املاک و مستقلات، تأمین کالا، خدمات درمانی و آموزشی میشه از وجود بلاکچین نهایت استفاده رو برد. اگه بخوام خیلی خلاصه بهت بگم، باید بگم که این تکنولوژی پرسر و صدا میتونه یه دنیا رو متحول کنه. طوری که خیلی از کارشناسای این حوزه عقیده دارن که بلاکچین یه اختراع جذابه که میتونه ارزش ارز دیجیتال رو مشخص کنه. اونا معتقدن این حوزه همونقدر که جذاب و کاربردیه میتونه سخت هم باشه. البته بهتره هیچ نگرانی نداشته باشی. اتفاقاً ما خودمون رو آماده کردیم تا با آموزش ساده و باقلبا این سختی رو کم کنیم و عوضش شیرینیشو بیشتر کنیم. پس همراهمون باش و با یه لایک و سابسکرایب انرژیزا بهمون روحیه بده تا خستگی کار از تنمون بره بیرون و خودمون رو برای ویدیوهای بعدی آماده کنیم. تو این قسمت از ویدیو تاریخچه کارکرد، مزیت‌ها و کاربرد بلاکچین رو برات توضیح میدم. پس بزن بریم. بلاکچین چیه؟ میخوام یه توضیح خوب و ساده درباره اینکه بلاکچین چیه بهت ارائه بدم. همونطور که مشخصه بلاکچین از دو واژه بلاک و چین تشکیل شده. بلاک توی انگلیسی همون معنی خودش یعنی بلاک رو داره و چین هم معنی زنجیره رو میده. پس این دوتا کلمه کنار هم میشن زنجیره بلاکی. حالا اگه موافقی من تعریف تخصصی اون رو برات توضیح بدم. بلاکچین یه نوع پایگاه داده است که همه اطلاعات تراکنش‌ها و موارد دیگر رو که افراد انجام میدن به طور زنجیروار توی بلاک‌ها ذخیره میکنه. البته نوع ذخیره اطلاعات توی بلاکچین مثل پایگاه داده نیست. بهتره بدونی که هر بلاک میتونه مقدار مشخصی از اطلاعات رو توی خودش جا بده. وقتی ظرفیت بلاک پر شد، همین بلاک کامل شده و به بلاک‌های قبلی اضافه میشه. خب حالا همه کسایی که توی این شبکه حضور دارن میتونن اطلاعات ذخیره شده توی بلاکچین رو ببینن، ولی نمیتونن اونا رو دستکاری یا سانسور کنن.